وقتی اسم سرخپوست ها میاد چی میاد تو ذهنت؟ یه مرد با پرهای رنگی، تیر و کمان و البته یه اسب وحشی زیر پاش. درسته؟ اما بذار یه راز تاریخی رو برات فاش کنم. تا فقط 500 سال پیش تو کل قاره آمریکا حتی یه دونه اسب هم وجود نداشت. بله، اسب‌هایی که امروز توی دشت‌های آمریکا میتازن اصل و ریشه‌شون از اروپاست. در واقع اسپانیایی‌ها بودن که در قرن 16 اسب‌ها رو وارد مکزیک کردن و وقتی چند تا از این اسب‌ها فرار کردن، بومی‌های دشت‌های بزرگ اونها رو گرفتن و فقط در عرض چند نسل تبدیل شدن به یکی از ماهرترین اسب سوارهای تاریخ. پس اون تصویر اسب سوارای باستانی یه افسانه مدرن هالیوودیه، نه یک واقعیت تاریخی. اگر این جور واقعیت‌های فراموش شده تاریخ برات جالبه، لایک و سابسکرایب یادت نره.